عزیزم من منتظر اسنپم برسه اومدم. سلام. یه سیگاری آب میدی بی زحمت؟ مرسی. میلاد چرا وای نمیستی؟ خانم اشتباه گرفتی. وایسا دیگه. چیه؟ یعنی تو منو نشناختی؟ نه نشناخت. تو چجوری منو فراموش کردی که تا همین چند وقت پیش گریه‌زاری میکردی تو زندگیت بمونم؟ دیگه هیچی برامون نیست. معلوم نیست کی اومده تو زندگیت خودتو گم کردی بدبخت. میگم چرا زنگ میزنم خاموش نکن خطتو عوض کردی. منو با چقدر نگران تو بودم چقدر دنبالت گشتم یه وقت بلایی سر خود نیاورده باشی. الانم برو برس به همونی که داری ریجکتش میکنی. منتظرت. خدافظ. ولی من هنوز دوستت دارم. جانم دکتر خرید داشتم آدم خرید کردم برم بخیر باش.